که پیغمبر اکرم فرمود ای وای از اولادهای آخر زمان. یکی بلند شد گفت یا رسول الله از پدر و مادرهای بیدینشون یا بادینشون چی؟ فرمود ای وای به فرزندان آخر زمان که بچهای آخر زمان میخوان دینی باشن، پدر و مادرشون نمیگذارن. پدر و مادرها نمیگذارن. آقا میخواد بره حوزه مبلغ امام زمان بشه، باباش میگه نه مطرب بشو، آخوند نمیخواد بشه. میگه نه همین الان چند تا پسر داریم، چند تاشون رفتن دانشگاه، خمسه یکی از اولاداتو به امام زمان بده. چرا بچه هاتون وقتی این جراحشون نمیدن یادتون بیفته یه حوزه علمی هست؟ چرا جوان ها وقتی دانشگاه قبول میشید با اون استعداد و با اون آیکیویی که دارید، با اون هوش سرشاری که دارید، چرا به درد امام زمان نخورید؟ چرا به فکر نیستید برید طلب امام زمان بشید؟ فردا منبری این جامعه کیه؟ فردا آیت الله این شهر کیه؟ آیت الله فلسفی از دار دنیا رفت در خراسان، کی قرار جاش بشینه؟ آیت الله سیدان؟ آیت الله سیدان جا خودشونن. فردا آیت الله سیدان می رود، کی جا آیت الله سیدان می نشیند؟ فلسفی رفت، کافی رفت، حسام الواعظین رفت، منبری ها و خطبای درجه یک رفتن، کی جاشون نشستن؟ ما داریم از سرمایه میکنیم به امام حسین. شما جوان با این استعداد، با این هوش، با این حافظه، چرا به درد حجت ابن الحسن نخوری؟ چرا نمیری به فکر باشی که فقیه آینده این مملکت بشی، خطیب این مملکت، آینده این مملکت بشی، خطیب این مملکت باشی؟ فوشاشو نبین، مطلق هایی که مردم به ماها میگند و بعض از گرفتاری هایی که درست میشه داره نمیخواد نگاه کنه. تا کوچ سنگمون بزنن، دندونمونو بشکنن، پیشانیمونو بشکنن، تا کیک شکمبه شتر رو سرمون بریزن، تا کیک خاکستر دام. تازه به اونجا هم که برسیم تازه مثل کی شدیم؟ مثل پیغمبر شدیم. مظلومیت رو باید پیغمبر بالاتر برد. ملت ایران عاشق لباس پیغمبرن، مردم ایران دوست دارن لباس پیغمبر رو. اگر اون کسی هم که توقیم میکند بری پا درد دلش بنشینی، اونم یه جا اذیت شده است بیچاره، از ما میبیرد و لذا توهین میکند. همونی هم که دشمن ماست حاضر نیست دخترش رو بدون صیغه عقد خونه بخت بفرسته. احترام به روحانیت خون مردمه. مردم آخوند رو دوست دارن، روحانی رو بهش دوست دارن، احترام میگذارن. اینجوری نیست به خدا. جوانها نترسید، جوانهایی که صداتون خوبه، جوانهایی که بیانتون خوبه، جوانهایی که استعدادتون خوبه، به فکر این باشید سرباز حجت ابن الحسن بشید، تو رو به امام حسین بیاین. امرو امام زمان غریبه، بی کسه. فرمود در اون زمان اینجوری میشه، هر کی طرفدار دین بکنه محجور میشه. مردم اینجوری میشه، هر کی طرفدار دین بکنه محجور میشه. مردم او رو طردش میکنن. خب بکن. یه جوانی گفتم چه طلبه نمیشی؟ گفت بذار زن بگیرم بعد جان. گفتم چرا؟ گفت برای که برم خواستگاری میگن ما دختر با آخون نمیدیم. گفتم اتفاقا خیلی حرف خوبیه. گفت چطور؟ گفتم برای اینکه تو وقتی روحانی باشی دیگه تکلیف معلومه. عوض این که بیان 20 سال 30 سال تو زندگی اذیتت کنن، همون اول میگن ما نمیدیم. راحت و میری پیدا میکنی اونی هم که دختر با آخون میده با اعتقاد میده. و اگر یه روز اومدی خونه دست خالی، اون دختری که شد زن آخون بابا و ننش بهش ای گفتن تو دوران عقد که دخترم، مادرم، پدرم، تو همسر سرباز امام زمان شد. نباید زندگی تو مقایسه کنی با دختر عموت.
با دختر داییت، با دختر خالت، هی تو گوش خانمت میخونن، عوضی تو حدسشو بخوری اونها هی آرومش میکنن، میگن نه تو افتخار بکن سرباز امام زمان شوهرت. من گاهی با خانواده میرم خدمت آیت الله مظاهری، استاد اخلاق، رئیس حوزه علم خدا حفظشون کنه، میگم آجا ما رو موعظه‌ای بکنید. همیشه وقتی خدمت آقا میریم آیت الله مظاهری به خانم من میفرمان که شما حتما بهشت میروید، ایشون شاید بهشت برن. شما حتما میرین بهشت. بعد یه رو گفتم آقا خیلی صفر ایشون رو میگی میری بهشت، ما رو میگی مثلا آخه چرا؟ گریه کردن و بودن دلیل دارن که میگن خدا رو ما توقع داریم. اما این خانمی که منتظر میمونه تا شوهرش برگرده، این خانمی که منتظر روز خونه حسینه، منتظر نوکر ابی عبدالله، منتظر سرباز امام زمانه، این انتظار خیلی برای امام زمان ارزش داره. بعد یه قصه ای گفتن، مثلا مادر یکی از طلبه ها که هم درس میدن نجف با حاج آقا میگفتن این فوت شد، خواب این مادر رو دیدن در بهشت تو یکی از کاخهای خیلی مزین و مجلل همسایه حضرت زهراست. گوش بدید من به خانم هایی که تشریف دارن اینم بگم. بعد گفتن چی شد و وقتی من مردم، از موقعی که جان دادم از همون موقع سرم رو دامن مادر سادات فاطمه بود و بیبی دست منو گرفت بردن بهش، تو همین با خود بیبی منو وارد کرد. بعد فهمیدن هر وقت دلت گرفت من کاخ بغلی قصر کناری همسایه‌ام. گفتم بیبی جان چرا این همه مقام؟ همون به خاطری که تو پسرت روزخون حسین ماست، شبها دیر میومد، تو برای اینکه روزخون ما پشت در خونه معطل نشه پشت در خونه نشست که وقتی میاد در میزنه در رو باز کنی روزخون خسته حسین ما این معطل نشه. ما به احترامی که به روزخون حسینمون گذاشتیم مقامه. این چیزا هست به کار طلبگی، این چیزا هست به کار ما. این الملوک، این ابناء الملوک. کجا آن پادشاه ها بیان ببینن مقامی که حضرت زهرا و خدای فاطمه ما داده اونا دارن یا ندارن؟ پدر آمرزیده خیلی میارزه، شما نمیدونید خیلی میارزه عبای آدم رو مردم لمس بکنن بگن التماس دار. گاهی وقت ما از خجالت گریه‌مون میگیره. میدونی التماس دعا یعنی چی؟ یعنی این آقایی که این خانمی که میگه التماس دعا یعنی میخواد بگه شیخ تو آبرو در خونه امام زمان دعای تو رو خدا میشنوه، یعنی تو دل مردم جا داری، مردم دوست دارن، به اعتقاد دارن که میگن التماس دعا. اینا رو ببین جوون چیکار داری؟ 4 تا فحش میدن. خب زمان پیغمبرش هم میدادن. همین الان پشت سر خود خدا هم حرفه. خود خدا 1 میلیارد مسیحی الان دارن میگن عیسی خداست، از پسر خدا هم گذشت، حالا دیگه میگن خود خداست. 1 میلیارد بودایی میگن خدایی بته، 1 میلیارد هندو میگن بت ما خدای ماست. 1 میلیارد الان در قرن 21 منکر خدا. چی داری میگی؟ پشت سر خود خدا هم حرفه. حالا به خاطری که توی مجلسی میشینید توی مهمونی 4 تا توهین میکنن به روحانیت، 4 تا توهین میکنن به لباس پیغمبر، میگن همه مردم همینان. اینجوری نیست به خدا. شما نمیدونید منبری که آدم میره اول صاحبش تو جیب پدر و مادرش میره. من خودم چند بار تا حالا خواب بابامو دیدم. خدا رحمت، بابام روحانی نبودن، خدا رحمتشون کنه. خود بنده چند بار تا حالا خواب پدرم دیدم، اقواممون دیدن، دوستانی که بابای منو دیده بودن و میشناختن خواب دیدن. به این امام هشتم قسم، به امام رضا قسم. خودم بارها خواب دیدم که بابا توی باقی دارن لذت میبرن، یه باغ دیگری افتاده تو این باقی که ایشون تشریف دارن. گفتم بابا اون باغ چیه؟ جدید گرفتید؟ فرمود بله بابا یه روزه خوندی برای عزیز زهرا، این باغ رو حسین به من بده. بابا هرچی روزه تو بخوانی من مقامم پیش امام حسین بالاتره. شوخی نیست. کسی که لباس پیغمبر تنش میکنه رو منبر میشینه چی میگه؟ میگه السلام علیک یا ابا عبدالله،
اینو با چی میخوای تو دنیا عوض کنی؟ با هیچ نمیشه عوض کرد. چی کار داری به حرفای اینو؟